درود بر شما عزیزان دل، خیلی خوش اومدید. بنده سینا هستم و قراره برسیم به یک تاجیکستان گردی دیگه توسط یک توریست ایرانی که کلی صحنه ها و لحظه های جالبی رو برای همگی به اشتراک گذاشته. با هم دیگه میبینیم و گپ میزنیم، لذت میبریم، حرف میزنیم و خلاصه که قرار این دقایق رو با هم دیگه لذت ببریم. شما هم لطفاً نظراتتون رو و پیشنهاداتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. دونه دونه ریاکشن میشه و در کنار شما لحظات خوبی رو با هم دیگه سپری خواهیم کرد. بریم سریعتر سراغ این ویدیوی جذاب. شخصا خودم علاقه ندارم به رفتن به دیسکو یا اینجور جای شلوغ و کلا نمیپسندم، ولی انقدر پیام داشتیم آقا دیسکو داره نداره، فیلم بذاره اینا. اونجا که ما همه جا رو میریم فیلم میذاریم و وظیفه من نیست قضاوت شده فقط یه گوشه رو نشون بدم. مسجد رو نشون میدم، اینجا رو هم نشون میدم که دوستان میخوام بدونن دیگه. بریم یه فیلم چند دقیقه کوتاه میگیریم و میاییم بیرون. فقط این حالا مثلا دیسکو پرشیا این ور دقیقاً یه مسجده. اینو برای چی دارم نشون میدم؟ که بدونید اینجا کسی با کسی از این که مثلا یه کسی که حتی به شدت اعتقاد مذهبی داره با کسی دیگه اینجا دشمنی نمیکنه. یا شما کار خودتو بده انجام بده. ما حالا یه مثال هست میگن عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. من این مثال زیاد قبول ندارم چون عیسی و موسی هر دو دین خدایی داشتن. بذارید با هم دیگه وارد شیم. یک تا پرست چیز خیلی جالب اینجا پرشیا ایرانی اصیل یا فارسی زبان اصیل این دیسکو رو درست کردن و الان علائم مثلا میزه بارشه، بعد میزه بار بسیار شیک. خب اما این نوشیدنی ها هست دیگه، نمیخوام زیاد نام ببرم نوشیدنی ها رو دیگه، خودتون ببینید بگیر تا هرچی بجوش کنید. دیواره هاش نقوش خط میخی هخامنشیان کار شده و حتی قسمتی از سقفش. اینجا پشت سر خواننده است. ما یه خورده زودتر اومدیم که تا شلوغ نشده دیگه، مردم نیومدن، راحت فیلمو برای شما بگیرم خلوت باشه. و حالا اگه ما تا این زمانی که فیلمو بخوایم بگیریم شلوغ شد از جمعیت هم میگیرم، اگه بپرسم اشکالی نداره. اینجا تمام المان‌های کار شده، المان‌های خود فارسی زبان‌های اصیل میاد از اینا. تاریخ‌های چیزی که توی تاجیکستانه، جنگ‌ها. البته فرق نمی‌کنه، اما یک کشور جنگ که بوده یک کشور بوده اون موقع. و بذارید نمای کلیش رو ببینید، حتی اونجا می‌بینید تمام این از اون اسم پرشیا که اون سردرش بود من فهمیدم که قراره داخل کلی سورپرایز شیم، ولی این همه زیبایی رو واقعا توقع نداشتم. این همه دقت شده به تک تک اون المان هایی که اونجا کار شده، همگی ریشه تاریخی داره، رنگ بندی های بسیار زیبا، مدل های سنگی و تاریخی، خطوط میخی، تصاویر خیلی قشنگی. آفرین چه فضایی که می‌بینید. هخامنشی طراحی که می‌بینید کار شده بسیار شبیه سنگ‌نوشت‌های تخت جمشید در آوردن. و اینجا خیلی عادی، هر کسی دلش می‌خواد میاد و میره، کسی هم به کار کسی کاری نداره، لذتشو میبرن. اینجا ما رو نگه داشتن، ممنون ازتون. آقا این دوست عزیزمون هنرمند اینجاست و خواستیم بمونیم که اجراهاشون اینجا اکثرا میگن اجرای ایرانی میکنن و محبت کردن ما رو نگه داشتن اینجا. با یکی از اجراهای زیباشون رو ببینیم ان شاء الله. زنده باشید. ممنون از شما، لطف کردید. زنده باشید استاد بزرگوار، محبت کردید. مرسی، ممنون دوست ماجد. من خوشتیام. زنده باشید. یه داستانی که الان من شنیدم، این من دوستمون که خواننده بود اینجا بود، جوان بود و اون دوستمون که سن بیشتری داشت استاد، ایشون خب خواننده چون ارکسترش بود، کیبورد نوازنده کیبورد بود و از ما الان نسخه‌ای کرد. خواستن یه اجرا می‌خوام ما داشته باشن فیلم بگیریم دیگه، ما رو نگه داشتن. جالبش این بود از ما یه نسخه‌ای کرد، گفت من برم نمازم و مسجد بخونم بیام به کارم برسم. چه جالب، خیلی جالب، خیلی جالب. کیف کردی. خلاصه کلا آدم باید این توقع رو داشته باشه که قرار نیست مسائل رو آدم با هم دیگه قاطی کنه. یعنی هر کسی یک دینی داره، مذهبی داره، اعتقادی داره، به جای خودشه، شغلشه، وظیفشه و اون کارهایی که داره انجام میده. البته که یک چارچوب‌هایی رو باید آدم حفظ کنه، ولی خب این جالبه که این تعادل رو بتونی توی فرهنگ و توی تفکرت نگهداری. قشنگه. نمازشو میره میخونه، مسجدشو میره، شغلش هم موزیکه و میاد اینجا موزیکشو مینوازه توی همچین فضایی.
اینجا تاکید مؤکدی به دختر افغان داره علی آقا. همون جوری که میدونید این دوست عزیزمون همسرشون هم از اهل افغانستانه و خلاصه که اصلا یه دوره همی عجیبی اینجا شکل گرفته. دلش هم پیش خانوم، شاید هم همراهشه. این چیزایی که داره میگه معمولا خب توی مثلا ایران خیلی رایجه که حالا یه خانومی که حالا ما میگیم رقاص یا رقصنده یا هر چیزی، هنرمندی که میرقصه هستش و حالا این دوستمون هم یکم علایق مذهبیش زیاده و حالا دیگه استغفرالله و اینا میکنه، در صورتی که اون داره کار خودشو میکنه، اون خانم داره به زیبایی با یه نمایش رقص رو این موزیک کارشو انجام میده. قضیه رو سخت نکن علی آقا، از زیبایی لذت ببر. موسیقی جوونا اومدن. خداییش این رفت آمدها و این سفرهای این مردم در واقع دوست از تاریخ، این فرهنگ مشترک زیبایی که بینمونه انقدر بیش باد، انقدر زیاد بشه، انقدر این همه یکی با هم دیگه کیف کنیم که این فضا برامون دیگه راحت باشه، راحت بریم بیایم با هم دیگه دوست شیم. توی اون شهرها مثلا یک ایرانی وقتی توی دوشنبه تاجیکستان، یک عزیز تاجیک توی تهران، توی شیراز، توی تبریز دوستانی داشته باشه، به خونه اونا بره، در طول سال یه سفری شاید شکل بگیره، اینا خیلی حسای خوبی رو میتونه به آدم منتقل کنه. این دوستمون هم خیلی خوب میرقصه، پیرهن سفیده پشت سر علی آقا. آقای کلا ماشاءالله. ما دیگه کم کم بریم. دیگه فضا تازه داره جالب میشه. خب بریم به هنرمندی اون دوست عزیزمون برسیم که ببینیم قراره چه سورپرایزی برای علی آقا داشته باشه. قد خوش حس و حال این ویدیوها و واقعا حال دل آدم رو خوب و خوش میکنه. گویم لحظه‌ایست رویدن عشق آن لحظه هزار بار مرتبط. سلام بر زندان مهمانان عزیز، مهمانا از ایران. زنده باشی. ممنون. علی جان عزیز زنده باشی. خیلی شما مخلصی. زنده باشی. در تاجیکستان زیبای ما خانم جمیله بانو خوش آمدن. زنده باشی. سلامت. خیلی دوست مرا خوش آمدن. در خدمت شما هستیم. باید چند ترانه زیبا خوش آمدن به دوره هم. لذت ببریم. یک خستگی زیبای جانانه الهی زنده باشیم. اگه هم آماده باشیم امشب میخوام مست بشن تقدیم شما. به چه صدایی. بر اتاق نقش بسته
جانم به این صدا. بی تو در دریای هستی ساحلم شد، ساحلم شد در عشقم. بی تو در شبهای مستی امشب میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون شمایان نبودم. امشب میخوام مست بشم. اینجوری شروع میکنه یک قرصک زیبا. خیلی لذت بخشه، یعنی هر چی بگم از طول این ویدیو که هر لحظهش میتونه آدم رو سورپرایز کنه، هر لحظهش میتونه به انسان حس خوب بده. و این دوست ایرانیمون علی آقا که دیگه بالاخره این سفر رو ادامه دار داره، میره جای مختلفی رفته و کلی جای دیدنی تاجیکستان رو قراره ببینه و برای ما هم به اشتراک بذاره. دورم میبینیم این لحظات رو و کیف میکنیم، گپ میزنیم، از فرهنگ مشترک میگیم، از اون چیزهایی که با هم تفاوت داریم و همونا زیبایی های فرهنگی مونه که در کنار هم دیگه انشالله یه روز خدا فرصت کنه و من و پریسا هم بیایم و اونجا در تاجیکستان زیبا لحظاتی رو در کنار شما عزیزان کیف کنیم، خوش باشیم و همین دیگه. خوش خورم باشید، سالم باشید، هر جا که هستید. به زودی برمیگردیم خدمتتون با یک ویدیوی جذاب دیگه. خدا نگهدار.